احتمال بخوام یادآوری بکنم قضیه پرتاب خودکار آقای شیری حتی گفته شد منتظر خودتون شنیدن چه چیز دیگه. آره شاید اولین باری که از زبان خود من ابا داشتم که این رو بگم. یه از اون جلسات تند و دعوایی بود. خود آقای دکتر ظریف بودن و ما و اون طرف هم آقای کری بود و خانم اشمیت از طرف بقیه شرکت کرده بود و جمع تیم آمریکایی بود. خیلی بحثا بالا گرفت. در یک صحنه آقای دکتر ظریف یک موضوعی رو حالا گفتن که آقای کری خیلی عصبانی شد و خیلی محکم دستش رو کوبید رو میز. حالا اون یه خودکاری رو میز بود، ظاهرا دستشون به گوشه خودکار کمانه کرد از اون طرف میز پرتاب شد این طرف میز و خورد به من، یعنی برای خورد اینجا. من همون لحظه که خورد اینجا من گرفتم و بلافاصله پرت کردم به سمتش، با اینکه عمدی در کاریشون نبود در پرت کردن خودکار، ولی یک بالاخره جسارتی شده بود به هیئت ایرانی که باید بلافاصله جواب داده میشه. صورت بعضی از کسانی که در جلسه نشسته بودن از طرف مقابل دیدم که خیلی تعجب کردن که چگونه کسی میتونه مثلا اینطوری با وزیر خارجه مثلا آمریکا برخورد بکنه.